سلام، خیلی مخلصم. حامد تبریزی کوچیک همتون کنار آقا مرتضی حمید قراره یک بازی بی‌نظیر رو آقا مرتضی بلدی؟ اطلاعات عمومی من که همه 5 ثانیه است. درسته 5 ثانیه. چالش 5 ثانیه است که سوالاتش اینجا دست من طراحی شده پشتش هم چی نیست. ایران زبون زدم که زیر 2 ثانیه میگم. اطلاعات ما خیلی خوب. کانال 5 سری زنگ زدم. اینقدر پول تلفن دادم اما نشد ارتباط برقرار کنم. بفهم. بعد هر کم نتونست من به خودم میذارم. بزن. من به خودم؟ نه به من. نه بیادبیه. شما به من بزن مثلا میگی نه بیادبیه. به من میزنی انصافا. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. هر کیم نتونه تام لیل می‌خواستم. آره. هر موقع هم صدای این زنگو شنیدید یعنی وقت تموم شده و دیگه نمیتونید جواب بدید. اول با چی شروع کنم؟ اول با من شروع کنم. اول با شما شروع کنم. سنگاز قیچی. سنگاز قیچی. سنگاز قیچی. ما فکر کنم تک بیاریم. واسه نبود یه باری. سنگاز قیچی. نه فکر تک بیاریم. آقا بزرگ الان از شما شروع کنم لازم نه از شما شروع. آقا مرتضی جانم. 3 تا گل تزیینی. گل روز، گل لیلیون، گل آلست نه مگه آلستومریا گل نیست؟ رفقای گل فروش هم کدوم گل؟ همون که رنگ و رنگ واسه یه شاب فرق. بفرمایید. اسم 3 تا خواننده ایرانی. خب محسن ابراهیم زاده، مهدی احمدوند، محسن چاوشی. باریکلا. اینطوریه. چرا وای نمیسی اینطوری میکنی؟ بعضا مزه ام میده. من بگم الان خیلی وضعیت خوبی داریم. اصلا میگم بلنزد ان میاد. 3 تا یه جوری بپرس که گم نکن سوال. چرا سخت باشه. آقا جواب بده الکی واسه چیز داره. 3 تا ساز ایرانی. تنبک، سنتور، گیتار. باریکلا. گیتار ایران نیست که. گیتار ایرانی نیست. گیتار ایرانی نیست. دست نزن. نباید دست زده بشه آقا، من نگفتیم دست زده نشه. یه جوش که من ببینم گیرندگاه سامس کنم. من هیچی حضرت عباس نمیدونم. بذار یک شو تمیز کنم با یه چشم. مرتضی یه چشم. دست نکنم. می‌بینی؟ آقا 3 تا ماشین فرانسوی. خب پژو، رنو، آلفا رومئو. صحبت کنم. نه دیگه. آقا مرتضی خان. آقا. شما خدا جواب بده. 3 تا ماشین آمریکایی. اون سوالا رو کی نوشته؟ بگو رپ تایمر رپ سه. فراری لامبورگینی نمیدونم. بینندگان کامنت کنن فقط ترکیب این چیه؟ بو بدی میده. مثلا اونایی که میدونن لطف کنن. آقا 3 تا ماشین ایرانی. خب پژو 405، پژو پرشیا و پراید. حامد ایرانی و آمریکایی. من آمریکا به دنیا آمدم. من چه خبر؟ آقا دهنش اگه میشه حواسم به دهن نبود. جان باش. نه نگاه ببخشید اگه نمیتونم شما بدم. آقا مرتضی جان آقا بفهم. 3 تا رنگ تیره. مشکی، قهوه‌ای، خردلی، تیره. چرا این سوالا این سوال سخته میشه. آقا 3 تا رنگ صورتی. صورتی یواش، صورتی کالباسی، صورتی مشکی. صورتی یخوای مشکی. هول کردم. خدای شکر. جان دلم بفهم. آقا مرتضی جان دلم. 3 تا رنگ سبز. سبز، یشمی، سبز چمنی، سبز تیره. درست بود؟ سبز تیره نداره.
سبز تیره دیگه. سبز ارتشی داریم سبز. مرسی. فرق نداره. آقا حامد جان 3 تا رنگ آبی. آبی آسمونی، آبی دریا، آبی پررنگ. آب پررنگ، آب کربونی میشه دیگه رو. نه چون آبی سرمه من دست نمیزنم. من صورت ولو راحت باش. مبارک تولد از هم در نرفتم بزن. نه حامد جان منم نگه الان تو سبز تو نه. آقا مرتضی جان دلم 3 تا طعم تنباکو. سیگار وینیسون، سیگار کنت، سیگار نه تنباکو. تنباکو دوسی آدم سارچی. سیگاری هم مرتضی این تازگی این چرا اینطوریه؟ چی آقا؟ خیلی سفته. کاش طعمدارشو میگیره. آره. خدا بو گاز میده. بعد بو گاز میده. سس نه آقا خوب نمیزنی. 3 تا بازی پلی استیشن. خب کراش، فیفا و بله اومده بلا نسبت بوی خیلی میده. بدی میده. مرتضی ما هر روز داریم پی اس باز چرا یادم نموند. ردت داریم، جی تی ای داریم، کراش جی تی ای، کراش 2021. همون پی اس 2010 2011 2012 سه تا بازی از شما قربون شما. بشکش دادن. تا جابت دادم. خب بفرمایید. آقا مرتضی 3 تا لوازم آشپزخانه. خب یخچال، فریزر، آب گرم کن، خریدار شد دیگه. درست حامد جانم 3 تا لوازم حمام. لیف، صابون، شامپو. خب اون درست بود من ندارم برای شما. چرا؟ نه چون دو تا نزدم. دیدی تو همون تبلیغات شامپو ایرانی. آقا مرتضی 3 تا لوازم دستشویی. خلال دندون. خلال دندون دستشویی. مثلا تو دستشویی اگه مثلا دندونت یه چیزی مثلا چی میشه؟ مثلا غذا خوردی رفتی این دستشویی. اسباب اونجا گذاشتم بزرگه اون برای کار است. حامد 3 تا مواد شوینده. ریکا، تایت و مایع ظرفشویی. مبارک باشه. آقا مرتضی جان آقا 3 تا خوراک. لبو، باقالی، پاسی. میتونی با این پشتم بزنی تو سرم آقا. چی گردانم. حامد 3 نوع جواهر. گردنبند، دستبند، گوشواره. بده من بابا بده. جواهره؟ بله. دارم. یا والا نگاه. نه اسب شاخدار خانمایی تو پیج آقا میدونن. مرتضی 3 تا جنس پارچه. کتان، لی، کبریتی. داداش من گفت جنس شلوار لی بگو کتان. نه جنس پارچه چیه؟ جنس پارچه دیگه کتان لی یکی چی بود؟ برام. حامد 3 تا سنگ قیمتی. اوه. خب نقره، گرامی. به خدا بلد بودم ها هول کردم. عقیق، زمرد، الماس فاین. الماس فاین. خیلی. آقا مرتضی 3 تا لوازم التحریر. خطکش، بونیا، پرگار. تمام شد. کجا باید شده بودی؟ حامد 3 تا لوازم یدکی. لوازم یدکی، پیچ گوشتی، انبرده است. لنتو، دیسکو صفو، بعد چند باید.
با مرتضی 3 تا برند گوشی. سامسونگ، هواوی، نوکیا. من نمیدونم کجا. اوکی. آقا 3 تا وسایل شهر بازی. شهر بازی، چرخ و فلک، الک دولک، تاپ. الک دولک رو خوب الک دولک دیگه کی بازی الک دولک سال 50 هم بچه‌ها بازی نمی‌کردن. آقا مرتضی 3 تا خواننده خارجی. فاس پد فرو ها. چی شده؟ هم چرا اینطوری شد؟ چرا با آخرین سوال رسید اون تمام شد. برید رو ابرو لایک کنید جونم. امیدوارم که از این کلیپ لذت کافی رو برده باشید. در کنار مرتضی معلوماتمون رو به چالش کشیدیم. شما هم همچین معلوماتی رو توی خونه با عزیزانتون، همسرتون، فرزندتون، دوستتون، دشمنتون، سیب زمینی، پیاز خریدار. گوجه چی خیار. برداشتی زدی؟ خودت هم آش زدی. قد کن تو شده. واسه چی برداشتی اینطوری کردی ها؟